این که مشکل خاصی نیست. زیادی حساس شدی. قوی باش. تو همین جملات رو شنیدی، درسته؟ همین جملات و همین حرفا باعث شدن ما کم کم ساکت بشیم. یاد بگیریم نگیم. چون میترسیم قضاوت بشیم یا بگن چقدر لوسه. ولی گاهی ما دوست داریم یه نفر باشه که فقط بشنوه، نصیحت نکنه، قضاوت نکنه، فقط گوش بده و بگه آره درکت میکنم، منم همین حسو داشتم. اون موقع یه گوشه دلت آروم میشه که خب تنها نیستی، یه نفر هست که درکت کنه. ببین منم اون حسو داشتم، یه جور خستگی بی دلیل. اون لحظه ای که از بیرون همه چی خوبه انگار، ولی از درون یه چیزی کمه. میخوای حرف بزنی ولی نمیدونی باید از کجا شروع بکنی. اینجا قراره یه جای باشه برای همین حسا. اینجا لازم نیست تظاهر کنی که حالت خوبه، یا لازم نیست بگی نه بابا چیزیم نیست. اینجا میتونی خودت باشی با همون فکرایی که همیشه تو ذهنت نگه داشتی. میخوام بدونی تو حق داری احساس داشته باشی. حق داری یه روزایی اصلا حال حرف زدن نداشته باشی، گیج بشی، خسته بشی، دوست نداشته باشی هیچ کاری بکنی. این دقیقاً یعنی انسان بودن و ما قراره با این حسا زندگی کنیم، نه باهاشون بجنگیم. شاید گاهی از خودت بپرسی نکنه من اشتباهم. نه، تو اشتباه نیستی، تو داری رشد میکنی و رشد کردن خیلی درد داره، سخته، ولی ارزششو داره چون داری پیشرفت میکنی. اگه این ویدیو رو داری میبینی خیلی خوش شانسی، چون اینجا جای آدماییه که نمیخوان همش تظاهر کنن که کاملن، بلکه دوست دارن خود واقعیشون رو نشون بدن بدون اینکه نقاب داشته باشن و بدون ترس از قضاوت شدن. این حس خیلی فوق‌العاده‌ایه. اینجا قراره خود واقعیمون باشیم و یاد بگیریم بهترین خودمون باشیم، نه نسخه مقایسه‌ای با بقیه. برای همین اسم این کانال رو گذاشتم نقاب، چون میخوایم یاد بگیریم بدون نقاب زندگی کنیم، خود واقعیمون. و به نظر من اگه تو 2 نفر تو زندگیت باشن که تو رو بدون نقاب دوست داشته باشن، خیلی با ارزش‌تر از صدها نفریه که تو رو با نقابت دوست داشته باشن. اگر تو هم تجربه خاصی داری یا موضوعی هست که دوست داری درباره‌اش صحبت کنیم، میتونی برای من پیام بفرستی و ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنی و ما رو سابسکرایب کنی. شاید ویدیو بعدی دقیقاً حرف دل خودت باشه.